انسان‌هایی که آدم‌های معمولی هستند ولی دارای یک روان روشنی هستند و در یک منطقه بیابانی مثلا زندگی می‌کنند بسیار بسیار انرژی بخشه. یکی از مواردی که خیلی به انسان کمک خواهد کرد که به لحاظ ترمیم روحی و ترمیم عامل حرکت و نیرو بخشیدن به عامل حرکت در خودش اون رو ایجاد بکنه، سیر انفسی آفاقی است. یعنی چی؟ یعنی دیدن انسان‌های بزرگ و فرهیخته از هر فکر و زبان و اندیشه در هر نقطه‌ای از جهان، دیدن روان‌های روشن. این خیلی اثر فوق‌العاده‌ای داره، فوق‌العاده است. اصلا تجربه‌ای که ما داشتیم در دیدن این انسان‌های بزرگ، رهبران اندیشه‌ای در ادیان مختلف و در سیستم‌های فکری مختلف، شاعران، فلاسفه، کسانی که دارای روان‌های روشن بودند و حتی انسان‌هایی که آدم‌های معمولی هستند ولی دارای یک روان روشنی هستند و در یک منطقه بیابانی مثلا زندگی می‌کنند بسیار بسیار انرژی بخشه. البته پیدا کردن انسان‌ها کار سختی است، چون اینها خودشون رو در معرض رسانه قرار نمیدن. شما نمیتوانید به سادگی آدرس اونها رو پیدا بکنید و مثل یک فوتبالیست یا مثل یک هنرپیشه به سراغ اونها در فلان باشگاه یا در فلان لوکیشن برید. اما پیدا کردن اونها بالاخره منجر به نتیجه خواهد شد و به زحمت خودش میارزه که انسان حرکت بکنه و یک انسان بزرگی رو در یک نقطه از جهان ملاقات بکنه. این اتفاق و تجربه شخصی برای بنده خیلی زیاد اتفاق افتاده. شاید بدون اغراق چیزی از حدود 100 چهره از چهره‌های منحصر به فردی که در جهان شناخته شده هستند، اینها رو در ملاقات‌های مختلف خصوصی، دانشگاهی، در سفرهای مختلف و در جریان ساخت مستندهایی که در دست تهیه داشتیم ملاقات کردیم و از بعضی از اونها هم مستندهای کوتاهی تهیه کردیم که بعضاً ساخته شده و پخش شده و ممکنه در آتی هم پخش بشه. این فقط برای اینکه شما یک الگویی رو دریافت بکنید. ما نمیتوانیم هر آنچه رو که در ملاقات یک انسان فرهیخته دریافت کردیم برای شما گزارش بکنیم. قابل ادراک هست ولی قابل وصف کردن نیست. بایستی حتما وقت بگذارید و خودتون حرکت بکنید و این انسان‌های بزرگ رو کشف بکنید و در کنار اونها نیرو بگیرید. این یکی از مهمترین داروهایی است که شاید بشه تجویز کرد و همه این انسان‌ها که در سرتاسر دنیا هستند زیبایی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن و باید از اون کانال اونها رو شناخت و در کنار اونها نشست و مطالب اونها رو شنید. نوع نگاه اونها به جهان هستی، به پدیده های جهان هستی، نوع نگاه اونها به خودشون، نوع نگاه اونها به شما به عنوان یک مراجع، به عنوان یک پدیده، اینها همه برای ما الگو خواهد بود و در این رابطه شاید خاطرات بسیار متعددی باشه که در فرصت‌های آتی بتونیم این خاطرات رو برای شما نقل کنیم و از ملاقات کردن با انسان‌های بزرگ و چهره‌های شاخص و تأثیرگذار. پس توصیه میشه که حتما برای این مسئله وقت بگذارید، یعنی در سیستم زندگی و در لایف استایل خودتون یک همچین زمانی رو بگذارید. این نکته رو هم بگم که خیلی وقتها کلاس هایی رو بنده داشتم که این کلاس ها به صورت حضوری برگزار می شد و امکان برگزاری اینها به صورت تلکنفرانس هم بود، یعنی تجهیزات بسیار
مجهزی در اون مراکز آموزشی وجود داشت که مسئولین اونجا اصرار میکردن که شما از این سیستم ها استفاده بکنید برای اینکه افراد بسیار زیادی میخوان از کلاس های شما استفاده کنن بتوانن. من به اونها میگفتم که این کلاس های منحصراً این کلاس های ما باید حتما در یک فضای فیس تو فیسی باشه، چون این فضا با سیستم های مجازی شکل نخواهد گرفت. اگر امروز که من این مطالب رو دارم برای شما نقل میکنم شما در همین مکان حضور داشتید، مطمئناً دریافت های شما بسیار متفاوت‌تر، عمیق‌تر، تأثیرگذارتر و ماناتر بود. ولی فعلا چون این امکان وجود نداره، حداقل برای یک معارفه، برای یک شروع میتوانیم که از این نقطه شروع بکنیم و شاید در آتیه این امکان وجود داشته باشه که بتوانیم در جلسات گسترده تری با شما رو در رو صحبت بکنیم. چرا؟ چون اتفاقی که اونجا میفته یک اتفاق روحی است و این با فضاهای مجازی امکان پذیر است. البته برای یاد دادن تکنیک ها و روش های مختلف فضای مجازی شاید بتوانه کمک بکنه، اما مطمئناً فضای فیس تو فیس رو برای برخوردهای روحی تأمین نخواهد کرد.